آیت الله امامی کاشانی شامگاه روز شنبه 12 اسفند ماه و به دلیل عارضه ایست قلبی در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بست. پس از اعلام خبر فوت آیت الله امامی کاشانی، مسافر ویژه‌ای با آخرین پرواز خود را از تورنتو به تهران می‌رساند تا در مراسم تشییع آیت الله حضور داشته باشد. جالب آن که این مسافر با تمام عجله و تلاشی که برای حضور در مراسم به خرج می‌دهد، هنگام برپایی نماز میت در پشت علی خامنه‌ای ایستاده و ترجیح می‌دهد برای عدم شناسایی ماسک به صورت داشته باشد. به راستی این مسافر محتاط کیست؟ در قلب تهران، جایی که دیوارهای قدیمی مدرسه سپهسالار سایه می‌اندازد، داستانی بی صدا اما سنگین در جریان است. نامی که سالها بر منبر جمعه‌ها نشست، در سکوت امپراتوری از سنگ و ثروت بنا کرد. اینجا در سایه وقف و نماز ماجراهای دیگری جریان داشت. نام مؤسسه توانبخشی ولیعصر با شعار حمایت از کودکان معلول آغاز شد، اما زیر این پرچم سفید مسیری تاریکتر شکل گرفت. معادن ارزشمند به نام خیریه واگذار شدند، معادنی که به دروازه‌ای برای ثروت‌های خاموش بدل شدند. دهبید، قاسم زغالی، سنگرود گیران، معادنی که قرار بود نان هزاران خانواده را تأمین کند، در عمل به کانال‌هایی برای صادرات سنگ‌های قیمتی به خارج بدل شد. بدون شفافیت، بدون حسابرسی، با سکوت سنگین دستگاه‌های نظارتی. در حالی که کارگران معادن ایران با دستان پینه بسته کار می‌کردند، سرمایه‌های این خاک راهی ویلاهای ونکوور و تورنتو شد. وحید اشتیاق، داماد خاندان، معدندار خاندان، اکنون در کانادا زندگی می کند با املاکی که ارزششان صدها میلیون دلار برآورد می شود. سکوتی سنگین همچنان بر این امپراتوری سایه انداخته است. پروژه‌ای که با نام خیریه آغاز شد به مسیر تاریک رانت، فساد، ثروت‌اندوزی و عدم پاسخگویی رسید. این است روایت امپراتوری سنگ و سکوت.